یکی از بزرگترین نابغه‌های جهانی در همه دور و زمان‌ها عالم مشهور تاجیک ابو علی ابن سینا بود که در آخر عصر 10 و اول عصر 11 زیسته در ساحه‌های نهایت گوناگون علم خصوصا در انکشاف فلسفه و طب دنیا سهم باسازی گذاشته است. وی پرورده محیط فرهنگی سامانیان بود، ولی قسم زیادی عمر ابو علی ابن سینا بعد پاش خوردن دولت متمرکز سامانیان در گرداب حادثه‌های مدهش نیمه اول عصر 11 سپری گردید. او گاه چون طبیب فیلسوف، بعضا به صفت فقیه و وزیر، حتی زمان چون محبوس زندانی حیات به سر برده چون ندیم خاص پادشاهان و حاکمان نیز روزگار گذرانیده است. اما او لحظه از آموزش غفلت نورزیده، از پژوهش و کارهای علمی فارغ نبوده است. برعکس بسیار بزرگان گذشته که از زندگی آنها چیزی معلوم نیست، صحنه‌های زیاد حیات ابن سینا عمیق معلوم است. او خود سرگذشت خویش را به شاگرد وفادارش ابو عبید فقیه جوزجانی املا کرده است. واقعه و حادثه‌های 25 سال اخیر عمر ابو علی ابن سینا را خود ابو عبید که همیشه همراه استاد و شاهد آن رویدادها بود نوشته است که این املا و نوشته به نام رساله سرگذشت معلوم بوده در اصل عربی به ترجمه ها به زبان های گوناگون چندین مرتبه به تب رسیده است. نهایت حسین قرآن را آموخته آن را حفظ نمود. دیگر ابو علی لقب شیخ گرفت، زیرا هر کسی که قرآن را از یاد میکرد او را صرف نظر از سن و سالش شیخ میگفتند. سپس عبدالله پسر خود حسین را از مکتب ابتدایی گرفته نزد معلمان خصوصی گذاشت که آنها اساس علم را به او آموزانیدند. پسرچه از جهت جسمانی بنقص در حسن و خلق زیبا بوده، ذهن گیرا و استعداد بلند داشت که از این آموزگاران به حیرت می آمدند. در آن آوان حسین را پدرش نزد عبدالله مساح که از دانشمندان ساحه حساب و هندسه بود به شاگردی گذاشت. ابو علی از عبدالله مساح در اندک وقت حساب و هندسه را آموخته، مخصوصا در حساب هند ماهر شد. همان وقتها ابو علی در پیش اسماعیل زاهد به آموختن تفسیر قرآن، حدیث پیامبر و فقه می پردازد که این 2 سال دوام می کند. به همین طریق ابو علی ابن سینا تا 12 سالگی در تفسیر، حدیث و فقه مهارت پیدا کرد. گفتن ممکن است که تحصیل میانه ابن سینا به آخر رسید. وی همیشه از بهترین طالب علمان بود. شیوه بحث، آداب مذاکره، طرزهای اعتراض به حریف و حسن محاوره را نغز آموخته بود. استقلال فکر، وسعت اندیشه و با دلیل سخن راندن خاص این نوجوان در راه علم پیشرو بود. در مسئله های مسلک و مفکوره او استقلال خود را حتی از پدر خویش هم پنهان نگاه می داشت. بعد فرا گرفتن معلومات میانه ابن سینا از پی آن می شد که معلومات خود را تکمیل دهد. وی 2 بار آموزگار فلسفه را عوض کرد. آن سالها به بخارا که پایتخت سامانیان بود، از شهرهای دیگر مملکت حتی از کشورهای گوناگون عالمان و دانشمندان زیادی می آمدند که در آن میان مبالغان اسماعیلی و قرمطی و جاسوسان نیز بودند. الکی ابو علی در 16 سالگی چون یک طبیب حاذق در تمام بخارا شناخته شد. همچنین به تکمیل دانش خود در ساحه علم فقه، منطق، فلسفه، طبیعت شناسی، ریاضیات و علم الهی برگشته در مدت 1.5 سال دانش و ملکه خود را در این سمت مکمل نمود. نه فقط عقل رسا و قابلیت بلندش باعث پیشرفت علمی و معنوی او میشد، بلکه کوشش عمیق، صبر و طاقت و جهل و تلاش‌های نیز واسطه بود که پیروزی و کامیابی های معنوی او را تکمیل میکرد. دایر به تحصیل علم خود ابو علی میگوید: یگان شب پررا نخفته ام و روزانه بجز آموختن علم به کار مشغول نشده ام. ابو علی تا 18 سالگی تمام دانش های رسمی و غیر رسمی زمان خود را فرا گرفته نزد بزرگترین عالمان معروف دور محبوبیت پیدا نمود. شیخ الرئیس خود اعتراف میکند: چون به 17 سالگی رسیدم از آموختن همه این علم ها فارغ شدم. آن روز در علم بهترین حفظ کننده بودم. امروز
пухтатар шудам, вагарна илм як хел буда, аз он чизе дар ман дигаргун нашудааст. ибни Сино он вақт ҳақ дошт ки бигӯяд: аз қаъри гили сияҳ то авҷи зуҳал, кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал. берун ҷастам зи қайди ҳар макру ҳиял, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал. ногуфта намонад ки Абу Али ибни Сино дар синни 57 солагӣ дар таърихи 1037 мелодӣ дар Ҳирот аз ин ҷаҳон чашм мепӯшад. хушбахтона аз ин марди олиму фозил то замони мо мероси гаронбаҳое боқӣ мондааст.